بنی قاضی باید شخص زیرک، شخصی فقیه، فهمش زیادتر شد. علم دیگر چیز، فهم دیگر چیز. بعضی ها شاید بسیار کتاب های از یاد میدونن، بسیار کتاب میخونن، لیکن فهمی آنها به بعضی چیزها نمیرسند. بنابراین خداوند بزرگ فرق سلیمان و داود با فهم بلند کرد. گفت که هر دو اینها علم دارن، هر دو اینها قاضی بودن، لیکن ما سلیمان به فهم دادیم. فهم میداده که ذات الله تعالی. بنابراین رسول الله دعا میکردن که یا معلم ابراهیم علمنی، یا مفهم سلیمان فهمنی. ای معلم ابراهیم ما علم ده، ای فهماننده سلیمان ما فهم ده. گفته چی؟ دعا طلب میکردن. همین خیلی شیخ الاسلام رحمت الله علیه اگر یک مسئله نفهمه یا برای آن کس دشواری شود، 1000 مراتبه استغفار و توبه میکردند و همین دعا رو میگفتند یا معلم ابراهیم علمنی، یا مفهم سلیمان فهمنی. دعا میکردن حتی الله عز و جل علم و فهم میداد برایشان.